میدونم خیلی عاشق سفر در زمانن، از جمله خودم. میخوام یه پیشنهادی بهتون بدم. بیاین با هم برگردیم به 45 سال پیش، دقیقاً تاریخ 29 شهریور سال 1358. حتی میتونیم توی جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی هم شرکت کنیم. بیاین سری بزنیم. اصل 26: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. این بحثی دربارش هست؟ لطفاً آرا رو آماده کنید. توجه بفرمایید. نتیجه آرا درباره اصل 26: عده حاضر 53 نفر، شماره آرا 53، موافق 51، مخالف هیچ، ممتنع 2. تصویب شد. به طور کلی این اصل میگه احزاب، جمعیت‌ها و اقلیت‌های دینی در صورتی که استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی ایران رو نقض نکنن آزادن. به هیچ کس حق نداره کسی رو از شرکت در اونها منع کنه یا به شرکت در اونها وادار کنه. حالا از شما میپرسم، به نظرتون آیا در حال حاضر به این اصل توی کشور عزیزمون ایران عمل میشه؟ اگه بشم حداقل در مورد پیروان وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام سید احمد الحسن یمانی اصلاً رعایت نمیشه. هر سال 10 نفر از مؤمنان به این دعوت فکری و عقیدتی دستگیر و زندانی میشن و مورد تفتیش عقاید قرار میگیرن. کسایی که هیچ وقت مخالف موازین اسلام و حاکمیت جمهوری اسلامی عملی انجام ندادن. طی آخرین اقدام در شهرهای تربت حیدریه، کاشمر، کرمان و اخیراً مشهد 10 تن از خانوم‌ها و آقایون مؤمن، موجه و البته قانون مدار هموطنمون دستگیر و زندانی شدن. اوج زشتی این کار با دستگیری بانوان مؤمن و عفیف مذهبی که اخیراً بیشتر شاهدش هستیم نمود پیدا میکنه و این خیلی جای تأسف داره. یک نمونهش خانم ریحانه داراتن که تا الان حدود 1 ماه بدون اثبات هیچ جرمی، بدون وجود هیچ مدرکی، به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت موقتن و هیچ پیگیری برای پروندهشون تا به حال صورت نگرفته. دختر 20 ساله‌ای که هیچ سابقه‌ای نداشته، هیچ مدرکی علیهش مبنی بر اتهام وارده نیست، سنش کمه و به 10 دلیل دیگه نگه داشتنش توی بازداشت موقت قانونی نبوده و نیست. امیدوارم مسئولین منصف در نظام جمهوری اسلامی در این باره نظارت دقیق تری داشته باشن. حالا از این حرفا گذشته، اگه سفر در زمان ممکن بود، تو دوست داشتی به چه زمانی سفر کنی؟